سلام به شنونده های عزیز کانال اسمایل میدیا. به یک داستان جدید از ما خوش آمدید. به خاطر شنیدن داستان های هرچی بیشتر کانال ما را سابسکرایب نمایید و زنگوله را فشار بدهید. داستان آغاز می شود. زنی از خانه بیرون آمد و 3 پیرمرد را با چهره زیبا جلوه در دید. به آنها گفت: من شما را نمیشناسم، ولی فکر میکنم گرسنه نباشید. بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه است؟ زن گفت: نه، او به دنبال کار بیرون از خانه رفته. آنها گفتند: پس ما نمیتوانیم وارد شویم، منتظر میمانیم. عصر وقت شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل. زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت نام او ثروت است، و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یکی از ما وارد خانه شویم. زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهرش گفت: چه خوب ثروت را دعوت کنیم تا خانه‌مان پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟ فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود. مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یکی از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت را یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدند، ولی هر جایی که عشق است ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آورید. زندگیتان را سرشار از عشق و محبت نمایید. تشکر که بیننده و شنونده کانال اسمایل میدیا هستید. تا درودی دیگر، بدرود.